بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته. زهر است عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز که می‌خواهی جایی که خدا باشد. آقای محمد از یزد که هر از چندگاهی مطالبی را عنوان می‌کند که برگرفته از تفاسیر غلط و بر مبنای هوا و هوس آخوندهای مشرک با آن مغزهای کوچک و عمامه‌های سفید و سیاه بزرگ می باشد، در رابطه با آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله الی آخر خدمت این آقای محمد از یزد عرض می کند که در این آیه خداوند از جمع در زبان عربی بیان فرموده استفاده شده، به جای الذی که مفرد است الذین به کار رفته و مورد زکات هم همینطور و راکعون هم همینطور جمع می باشد. بنابراین شامل یک نفر نمی باشد که می‌خواهید به زعم خودتان ثابت کنید که در مورد فقط حضرت علی می باشد. در آنجا خداوند هشدار می‌دهد به مسلمانان در آیه بعدیش که اگر مرتد شدید به جای شما قومی را که قوم معنی گروه کثیر یا ملت معنی می‌دهد می‌آورد و جایگزین می‌کند که خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خداوند را دوست دارند. و در انتها می‌فرماید و حزب الله هم الغالبون که آنها پیروزند، که باز هم با تفسیر به رأی شما شیخ زده و آخوندهای منحرف مشرک سازگاری ندارد، چون هیچ یک از امامان شما پیروز و غالب نبودند و آخری هم که فعلا در چاه جمکران منتظر است تا از بین 300,000 آخوند مؤمن به امام زمان 313 نفر را پیدا کند تا ظهور نماید. مردم شیعه عادی که مورد نظر امام زمان نیستند، چون آنها ایمان کافی ندارند، از عوامند. آیا از این 300,000 آخوند و طلبه و حجت الاسلام و ثقة الاسلام و شیخ الاسلام و آیت الله و آیت الله العظمی که شیعه های خاص هستند 313 نفر پیدا نمی شود؟ در خاتمه عرض می کنم که قرآن کتاب نور است و هدایت، نه کتاب رمز و اسطرلاب که شما بخواهید از لابلای آیات آن چیزی را به نفع خودتان تفسیر کنید، که مثلا تین و زیتون یعنی حسن و حسین، عروة الوثقی یعنی حضرت علی، لؤلؤ و مرجان حسن و حسین، مرجع البحرین فاطمه و علی. و در سوره فرقان همان دو بحری که خداوند می‌فرماید که یکی شیرین است و گوارا و آن یکی تلخ است و شور. حالا بفرمایید کدام یک علی و کدام یک فاطمه است؟ تلخ و شور علی و شیرین و گوارا فاطمه، و یا بالعکس؟ قرآن معجزه پیامبر اسلام و کلام خداوند است که برای هدایت مردم بر پیامبرش وحی شده و تعلیم دهنده آن هم رسول گرامی که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و اگر میگویید حضرت علی علم غیب میدانسته و از حال آینده و گذشته خبر داشته، پس چرا به پیامبر نگفت که غزوه احد غافلگیر میشوند و شکست میخورند و حمزه سید الشهدا شهید میشود؟ آیا حضرت علی به تنهایی به قلعه خیبر حمله کرد یا اینکه مسلمان ها هم همراه وی بودند؟ اگر حضرت علی غیب میدانست که شما مدعیان هستید و ایشان به جای پیامبر در زمان هجرت در بستر رسول الله خوابیدند و میدانست که دشمنان رسول آن شب حمله میکنند و ممکن است و حتما به شهادت میرسد، این که دیگر نامش شجاعت نیست، چون علم غیب دارد و میداند اتفاقی نمیافتد. ولی ما موحدین اعتقاد داریم که حضرت اسدالله الغالب حیدر کرار مردی موحد شجاع بوده که علم غیب نداشته و عبد صالح خداوند بوده، ولی به دروغ داستان سرایی میکنید و برای خودتان داستان سرایی کرده که عمر لگد به درب خانه علی و فاطمه زد و فاطمه زهرا شهید شد و علی و افراد بنی هاشم ایستادند و تماشا کردند و ریسمان بر گردن علی بسته در کوچه مدینه بر زمین میکشیدندش. پس شجاعت چی شد؟
بعد میگویید پیامبر وصیت کرده که اختلاف بین مسلمین ایجاد نکند و سکوت کند. و چرا وقتی به خلافت رسید سکوت نکرد و برادرکشی شد؟ و اگر امام منصوص بود چرا حکمیت را قبول کرد؟ خب میگفت من از طرف خداوند تعیین شدم. و چرا امام حسن خلافت خدایی که به او داده شده بود به معاویه واگذار کرد؟ خواهشمند از تلفن کرده آقایون شیعه را عرض میکنم و پاسخ دهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.